با عرض درود و ادب به خدمت شما بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه تحلیلی اورگول رو پیشنهادتان میکنیم. دوامی روزهای استراحتی هفته گذشته در دوره چمپیونات مقتدر فوتبالی اروپا بازی ها صورت گرفتند و ما مهمترین آنها رو بر رشته تحلیل و بررسی میکشیم. امروز در استودیو همراه من همکارانم گلروز خدا نظرزاده و همچنین ایمانبک شادیبکزاد قرار دارند. خوش آمدید میگویم به استودیو و نخست آغاز میکنیم از بازی هایی که در چمپیونات انگلیس صورت گرفتند. در هفته جوری اولین بازی که برپا شد در مسابقه مذکور در دور نوبتی این دیداری دسته های اورتون و منچستر سیتی بود. عموما اگر ما 4 بازی اخیر شاگردان خوسه گواردیولا رو به اعتبار بگیریم، آنها یگان باخت ندارند. بر ضمن این غلبه ها دیده می شود و یک نوع بهبودی در مجموع اگر بگیریم در دسته خوسه گواردیولا هست و این چیز باعث بر آن شده است که آنها از نو به موقع مسابقه لیگ چمپیونی برگردند. سوال اول هم این است که منچستر سیتی بر عوض چی بهتر شد و چی قرارهای برآورده گواردیولا برای دیگر شدن نتیجه این تیم تاثیر مثبت خود را رساند؟ مرحبا. من فکر میکنم در 3-4 بازی اخیری که گواردیولا تغییرات تولید کرد با هیئت، خصوصا از میدان گرفته شد و بازیگری جوان این دسته نیکو اورایلی به میدان اومد. ببینید اورایلی بر ضمن دفاعکاری خوسه همچنین در خط حمله هم فعال است، پیوسته در هر مورد وقتی که او عزیز انجام میداد. ما کوشش میکنیم ببینیم که حریفی نوبتی البته خواستار حل کردن این پرابلم شود، یعنی که باز داشته توانند یا راه علاجی را پیدا کرده توانند تا که اورایلی وقتی پیوستن به هجوم از یک قول یک علاج کرده باز داشته شود. ولی که ببینید در هر بازی در یک بازی او اگر اسیست کند در بازی دیگر گل میزند. ببینید در خود بازی مقابل اورتون هم منفعت بخشی خاص این نفری جوان رو ما مشاهده کردیم و به نظر من تا جای همین عوض‌کنی تاکتیکی گواردیولا تا جای سبب شد تا آنها قدم زنند به سمت چهارگانه اول و رخت لیگ چمپیون ها. بله، دسته اورتون هم اگر ما اهمیت دهیم بعد از اومدن دیوید مویس خیلی بهتر شده است. این تیم همگی یک باخت داشت قبل از رقابت با دسته منچستر سیتی و اون هم در دربی مقابل لیورپول بود. در بازی هم ببینید بیش از 80 دقیقه آنها دخل ناپذیری دروازه رو نگاه داشتن، اما در آخر اومدن و دروازهشون 2 گل سر دادن. بله، چون که برای دسته مذکور هم یعنی اون دستهایی که پیوسته در خط دفاع میشینند بر مقابل دستهایی که همواره در هجوم قرار داشته باشند استفاده کردن مشکل هم می شود و واقعا هم دسته اورتون زیر روبرای دیوید مویس یک دسته خوب در خط دفاع شد. یعنی اگر ما نظر بندازیم تو همین بازی بعد از اومدن دیوید مویس اونها کمتر از اورتون تنها ارسنال و لیورپول بازی رو باختند. یعنی این دسته بعد از اومدن مویس 2 باخت داشت و اونها یک بازی رو با باخت انجام دادند. یعنی این از چی درک می‌دهد؟ دیوید مویس اومد به دسته و دسته رو پیش از همه در خط دفاع بهتر کرد و بعدا آهسته اگر ما نظر بندازیم در بازی اخیر دسته مذکور در هجوم هم امکانات پیدا میشوند. یک تغییراتی که است برای مثال عبدالله دوکره چگونه توسط مرکز همیشه به هجوم میرود، همیشه امکانات برای این فوتبالباز پیدا میشود. یعنی یک فوتبالباز خط نیمه حمایه است و چگونه موقع برای او در خط حمله همیشه آزاد میشود و این فوتبالباز امکانات خود را پیدا میکند. در همین رقابت هم خصوص برای مثال دوکره فرصت ها داشت. نوبسته به اون که اگر با منچستر سیتی کمی نظر بندازیم، نوبسته به همین غلبه مشکلی که در سیتی هستند اونها باقی موندن. من فکر دارم اون همه پرابلمایی که برای دسته منچستر سیتی علاقه با مشکل‌های گویم سیستمی مبادل گردیدند تو هنوز هم ادامه دارند و در همین بازی هم این چیزها دیده می‌شدند. برای مثال اشتباهی که در خط دفاع بودند، خطایی که گواردیولا کرد و بعداً خودش خطای خود را اصلاح کردن توانست، یا خود در موقع گیری فوتبالبازان چگونه اشتباه است. یگانه بهبودی در بازی اخیر این در خط نیمه حمایه دفاعی است. در همین موقعی که البته بازیگران خوب استفاده کرده میشوند و اون چیزی که من بگفت با گفته من کم راضی میشوم، بازیگران جوان این زمان استفاده کرده میشوند. چه نیکو اورایلی که در 2 بازی پی گل میزند خوب، چه برای مثال اون فوتبالبازانی که تجربه دار هستند و ذخیره به میدان میآیند. برای مثال کوواچ رو میتوانیم ما اینجا بگیریم که فوتبالبازی مذکورم در بازی اخیر با یک نفر اساسی در غلبه به دست آوردن برای سیتی مبادل گشته است. خوب میتوانیم گوندگان رو ما قید بنماییم که بعد از اون که با سیتی برگشت
بازی خوب نشان نمیداد، ولی وقتهای اخیر بینید که گوندگان با یک نفر بسیار هم موفق تبدیل یافته شده است و در همین بازی هم البته بیهوده فوتبال بازی بهترین بازی اعتراف نگردید. یعنی این بازیگر هم این زمان موقع خود را خوب نگاه داشته است. بازیگران الهیده هستند این زمان در منچستر سیتی که نتیجه را برای همین تیم تأمین میکنند، ولی همون بازی دستاویزی که میگویم، همون چیزی که قبلا منچستر سیتی داشت اون دیده نمیشود. یعنی همون مشکلی که داشت سیتی در دسته مذکور باقی موندند همچون یک دسته، ولی نفران الهیده پیدا شده ایستادند که همین مشکلی رو با هنر انفرادی خود میپوشانند و غلبه ها به دست میارند. حالا بر زمین ببینید اورتون که این حال در حالت خوب قرار دارد، باز هم بر زمین چنین مشکلات تو باز کاری اورتون رو تمام کرده میتواند. اینجا به نظرم باید اشاره کرد که گواردیولا بیوسته سهمگذار است در حالتی ضروری به دست آوردن خول. بله، من بهبودی ها هست، دیگرگونی که گواردیولا به هیئت وارد کرد تاثیر خود را رسانیده ایستادن و همینجا باید تاکید کنیم که نیکو رایلی و ماتئو کوواچیچ دو گل رو در همین بازی به هدف رساندند. یک چیز دیگر رو میخواستم از شما سوال کنم در مورد کوین دبروینه، چون ما در برنامه گذشته اطرافی از دسته مذکور رفتنی او صحبت نکردیم. فقط میخواستم مختصرا جواب دهید. ببینید، از یک طرف اول خبر نشر شد در مورد اون که جونی پول با موافقه رسیدن قرارداد بکار کرده شد. بعدا خود گواردیولا گفت که نه، این قراری دسته بود که آنها به خلاصه آمدن که با دبروینه شرط نامه را تمدید نکنند و اینک خود دبروینه هم از آهنگ سخنهای آخرش معلوم است که قسما ناراضی است از این چیز و اشاره کرده است که میتوانست باز در دسته بازی کند اگر طلبات مالیوی او را قانع میکردند. خب در این باره فکر شخصی من چنین هست که اگر ما با بازی کوین دبروینه نظر بیندازیم، خب دلخواه نفری که گویم فوتبال رو همچون تماشابین میبیند، نفری که به میدان وارد میگردد و بازی رو دیگرگون میسازد معلوم است. خب البته گواردیولا شاید این چیز رو بهتر بیند و بهتر بشناسد و بهتر تحلیل کند، ولی از گویم که نگاه بسیار عادی اگر ما بینیم، هنگامی که دبروینه واقعا به میدان وارد میشود، بازی در مرکز میدان کلا دیگر میشود. یعنی بازی منچستر سیتی بهتر می شود یا خود همون ایجادکاری که میگوییم، همون ایجادکاری در دسته مذکور دیده می شود با کوین دبروینه در میدان. شاید از پهلوهای دیگر بازی او خلل برساند با اونی که گواردیولا میخواد، چون که ما متخصص مذکور رو میشناسیم، اون چیزایی که شاید او میخواد همون چیزا رو نشان داده نتواند عین زمان کوین دبروینه و هولو از او دیگر چیزا رو طلب کند خواسته گواردیولا، ولی کوین دبروینه همون است که هست. از این لحاظ دستا به موافقه نآمدن. به نظر من او اگر در دسته می ایستاد در پرمیر لیگ انگلیا در حداقل 2 موسم دیگر در سطح خوب بازی کردن میتوانست. حتی اگر در ایت اساسی هم جا نمیگرفت، از ذخیره میتوانست به میدان آید و بازی رو دیگرگون سازد. من به همین اندیشه خود گویم که باقی میمانم. قبلا همین چیز رو اشاره نکردم و این زمان همین چیز رو میگویم که دبروینه اگر در سیتی باقی میموند، او بازی دسته رو دیگرگون کردن میتوانست در اون لحظه‌ای که ضرور بود تا از ذخیره به میدان وارد بگردد. ولی البته قرار اینجا نه من نه موبیک بلکه گواردیولا میبرد، دسته میبرد با شرطنامه رو تمدید نکردن. این فوتبال اکنون با احتمال غالب برای پول کار کردن یا به ملیس یا به عربستان میرود. و خود گواردیولا هم گفته بود که نخست قرار من چی که بگیرستن بعد دسته. ببینید اول 2 نفر قرار برآوردگین، بعد دسته قرار اینا رو احترام کردگی است و خود کوین دبروینه مالکای با مقامی بودن در خط ذخیروی وابسته به حالتی که برونی در این موسم رخ داد الکی عادت کرده بود و طبق خبرها او راضی شده است که محض با وجود چنین مقام هم و 2 سال دیگر میخواهد شرطنامه را تمدید کند. ولی نقطه کلیدی اینجا نقطه گردشی با حفظ کردن اندازه معاشی که میگرفت. ولیکن با فکرم ما از تقدیر بعدی او را این چیز حل کرد، دسته دیگر نمیخواهد که آنقدر پول را به دبروینه دهد و به نظر دستوی، به نظر البته رابریت دسته، او دیگر ارزنده بازی با چون قدر مبلغ نیست و تا جای ببینید درست میگویند دبروینه به خود با آن دبروینه سالیان پیشین البته مانند نیست و در صورتی ممکن کم کردن اندازه معاش آنها با موافقه میرسیدند. ولیکن در فوتبال معاصر سال آخر ما میبینیم که چگونه وقتی بازیگران بزرگتر میشوند از لحاظ استعداد، از لحاظ مهارت، از لحاظ نتیجه بعد البته قدر قیمتی بیشتر را نسبت خود طلب میکنند و نه همه وقت دسته از بازیگر پایان‌تر گذاشته میشود.
ташаккур ва мо баъд аз он ки ҳамин гуна хабарҳо паҳн шуданд аз ҷумла дар бозии даври гузашта муқобили Кристал Пэлас дидем ки вақте ҳисоб 2-0 буд ҳамин маҳоратҳои инфиродии Де Брюйне кӯмак кард, 1 гол 1 пас, ҳисоб баробар шуд. Баъдан Сити 5-2 ғалаба кард. Дар ин бозӣ ҳам албатта ҳаракатҳои хуб дошт. ва як саволи охирин дар ҳамин мавзӯъ фақат мухтасар мехостам ҷавоб диҳед. Де Брюйне бузургтарин футболбоз барои Манчестер Сити аст, яъне дар назар дорам таърихи навинашро, ё ин ки айни замон дар ҳамин давраи гӯем то соли 2025 ягон чеҳраи дурахшонтар аз ӯ буд? Не, аслан агар то ҳамин давра бигирем, пеши назар албатта се футболбоз меоянд. Ин Серхио Агуэро аст, хуб ин албатта Кевин Де Брюйне аст ва солоҳи Родри. Дарҳол ҳамин се чеҳра пеши назар меоянд ва ман аз байни ҳамин се нафар то ҳамин давра маз Кевин Де Брюйнеро интихоб мекунам, яъне аз нигоҳи таъсир гузоштан ба бозӣ, яъне Родри як мавсим, бале дар он мавсиме ки Лигаи Қаҳрамонҳо гирифта, баъд аз он як мавсими дигар, бале дар он ҷо, вале дар маҷмӯъ агар ҳамин давраи муайянеро бигирем, ман албатта дар зинаи аввал мегузорам маз Кевин Де Брюйнеро, дар зинаи дуввум бо тамоми эҳтиром ба Родри ман Серхио Агуэроро мегузорам ва баъдан дар ҳамин давра ман Родриро мемонам, аммо шояд дар оянда Родри аз ин ду нафар пеш гузарад ва якум шавад. Бале, хуб, дар идомаи он нафароне ки Гулрӯз гуфт, барои мисол Давид Силва, Яя Туре аз ҷумлаи чеҳраҳои бисёр таъсиррасон дар давраи худ буданд. Бале, ва як нафарро Парвез мо инҷо фаромӯш мекунем. Ман Бернардо Силваро дар назар дорам. Ҳамин бозигар он чизе ки Гвардиола мехоҳад, ман фикр дорам аз дигарон дида аз ҳама бештар маз Бернардо Силва ба Сити дод. ولی ببینید از لحاظ پیوستگی موسمی، از لحاظ برقراری دوامناکی آن بگیریم، در مسیر 10 سالی که دو بروینه بود یک موسمی برقرار داشت، یک نتیجه برقرار داشت و ماز تاثیرگذارترین بازیگر، درخشانترین نیمن به اصطلاح تاثیرگذارترین بازیگر در تاریخ سیتی تا همین دوران من به شک و شبهه دی بروینه رو میگذاشتم. تشکر زیاد.